سلام دوستان، من نیما هم مشا، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با هم دیگه بریم که سیتی رو نجات بدیم و از همینجا یه جام خیریه داریم با منچستر یونایتد. میریم تا ماه جنوری، 1 جنوری، ببینیم که تیم منچستر سیتی میخواد چیکار کنه این فصل با خریدهای جدیدمون. بله، قهرمان هم شدیم تو پنالتی‌ها. خریدهای جدیدمون یکی آرنولد، یکی دکلان رایسه. همینها. یک کس دیگه ما نخریدیم. لازم نداشت دیگه تیم منچستر سیتی بازی کنیم. بازی با چلسی که بله 3-2 بردیم و جک گریلیش بهترین بازیکن زمین شده. بازی با اسویچ بازی داریم. اسپویچ اسم عجیبی داره ولی 3-2 باز هم گریلیش. 2 نتیجه پشت سر هم مثل هم. بازی با وست همه دیگه، وست همو ببرید دیگه. وست هم دیگه تیم نیست که. 2-1 بردیم به هر حال. خوبه. 3 بازی 3 برد. با برنتفورد بازی داریم. فودن هم بهترین بازیکن شده. ببینیم بازیای چمپمون چیه، اگه نشون بده. نشون نداد. بازی با برنتفورد رو میبریم 3-1 و نزد بهترین بازیکن کیه. اولین بازیمون با آربی لایپزیشه. مولر اومده وست هم و 2-1 باختیم. خیلی عجیب، واقعا عجیب، شهر عجیبی. آرسنال اگه ببریم خیلی تعجبه. بله 1-1 کردیم. بهترین بازیکن هالند. بازی با کاراروکا دیبروینه بهترین بازیکن رو 2-1 بردیم. همه شکست بردامون ریسکیه اصلا. عجیبه. با نیوکاسل ریکو لوئیس بهترین بازیکن رو 3-0. ریکو لوئیس بهترین بازیکن شده. برست بازی رو 1-1 کردیم و بازی با فولام 3-1 بردیم. دیبروینه بهترین بازیکن زمین شد. با وولرهمپتونی بازی داریم که نتیجه بد نگرفته فعلا. ببینیم چیکار میکنیم. وولرهمپتون رو ایشالله میزنیم دیگه. 3-1 با بهترین بازیکنی فیل فودن. بنفیکا در چمپ. اگه این بازی رو نبریم صعودمون حتمی نیست و خدا رو شکر 3-0 بردیم. با ساوثهمپتون بازی داریم که فیل فودن بهترین بازیکن زمین و 2-0 بردیم. حالا بردمون پرگل‌تر میشه دیگه، ریسکی نیست. کاراروکا با یه تیم لیگ دست 2-1 اشتباه نکنم بازی داریم. یوشکو گواردیول بهترین شده، بهترین بازیکن زمین، اونم 2-0 بردیم. با بورنوس بازی داریم. تقریبا داریم نزدیک میشیم به جنوری، یعنی با همون نیم فصل. و بهترین بازیکنم که از تیم بورنوس رو 2-2 کردیم. بایر مونیخ تو چمپ. این بازی خیلی حساسه، اگه ببریم شانسمون قطعیه که نه. خوبه مساوی با بایرن خوبه، نشونه خوبیه. با برایتون جو کنسلو باز هم به بایرن مثل واقعیت درخواست داده. با برایتون جک گریلیش بهترین بازیکن 2-1 باز هم بردهای ریسکی. با تاتنهام بازی داریم. تاتنهامی که همیشه قوی بوده و حریفاش سورپرایز کرده. 1-1 کردیم. جک گریلیش کلا میتره هر بازی به جای هالند و چه میدونم فیل فودن اینا بهترین بازیکن میشن. رئال وای 3-0 باختیم. این شکست قاطعانه از رئال مادرید خوردیم. با لیورپول بازی داریم. این اگه ببریم حداقل یکم شانسمون تو چمپ خوب میشه که 3-1 بردیم. شکست خیلی خوب با بهترین بازیکنی دیبروینه. کلا بین دیبروینه و جک گریلیش مونده بازی کدومو بهترین کنه که این دفعه آرنولد شد. 3-2 ناتینگهامو بردیم. با کریستال پالاس بازی داریم. تیم چغریه. 3-3 کردیم. گفتم تیم چغریه. تو چمپ دیگه اگه این بازی رو نبریم دیگه بازیکنان مخورن. 3-1 بردیم. بهترین بازیکنی هالند. با منچستر یونایتد دربی منچستر. شهر منچستر قرمز یا آبیه در این فصل. قرمز که هیچی نیست، نصف آبی نیست، قرمز. 2-2 شد. بازی با استون ویلا تو کاراروکاپ. نزدیکیم بازم به جنوریا. به این فصل نزدیکیم. 3-0 باختیم. یعنی یه جوری از کاراروکاپ حذف شدیم که اصلا
عجیب بود. ولی اینجا انتقام گرفتیم و خیلی عجیبه. آدم کاراروکاف 3-0 میبازه، اینجا تو لیگ مثلا 3-1 میزنه. یعنی یه جام الکی از دست دادیم. با اورتون 3-1 باختیم. میگم تیم اصلا جون نداره انگار. ماه جنیوری رسیدیم 2-0 رسیدیم به 1 جنیوری برس رسیدیم. آقا ببینم ترکیب کسی مصدومی چیزی ندادیم. حالا لیگو سری نگاه نمی‌کنم که معلوم شده روزا اشکال نداره. من میخوام بدونم که چون رفتم اینجا کناری. حالا دوربین درست شد. ببینیم که کسی رشد کرده، کسی اتفاقی براش افتاده. فیل فودن یکی، دیبرونه که کم شده، دکلان رایس 2 تا بهش اضافه شده. دیگه بقیه بازیکنام که هیچ اون چیز دیگه از ترکیب اصلیمون ندیدیم. اما ادامه فصل رو میریم انشالله. فعلا که صدر جدولی، انشالله که مستحکم میمونیم. میریم تا 27 می بازی با وست هم. باز هم ما بازی با وست هم رو یه بار بردیم، میبینیم دفعه میبریم، یکیش باختیم. با تشکر ممنونم از تیم منچستر سیتی که از وست هم میبازه. اف ای کاپ بازی اول، امیدوارم نبازیم، امید زیادی دارم. اف ای کاپ حذف نه خوبه. بهترین بازیکن زمینم از این تیمای پایین جدولی 3-1 برنتفورد یا نه این مال نیم فصل اول. بله 2-0 میبازیم. خیلی عجیبه واقعا. با ایسویچ بازی داریم. اولین بازی فصلمون با ایشون بود. ای بابا افتیدیم تو دوره بچانسی ها. با موناکو تو چند اگه نبریم شاید شانس صعود اصلا نداشته باشیم. و یک شانس. بازی با چلسی اورایزاوار هم رفته تاتنهام فکر کنم. سیتی 2-1 چلسی رو زدیم. خوبه. بازی اول فصل 3-2 زدیم. تو چمپ 4-1 این تیم رو بردیم. تیم نمیدونم چی برگ، آخرش برگ بود. چقدر اینش شبیه کوکاکولا بود لوگوش. با آرسنال بازی داریم که با آرتنتا، میکل آرتنتا رو 2-1 بردیم. بهترین یعنی جک گریلیش اگه تو واقعه دقیقه بهترین بازیکنی هم میگرفت الان پیش تو پتلا میدادم بنده خدا. با پی اس وی بازی داریم. پی اس وی تو چمپ امیدوارم بله بهترین بازیکن هالند با 3-0 یه پیروزی قاطعانه. فکر کنم دوره رفتم بوده که شو نکنم. بازی با نیوکاسل که 3-1 اینجا زده. 3-1 بردیم. بهترین بازیکنی جک گریلیش. بله صعود کردیم به مرحله بعد اگه پی اس وی کامبک نزنه بهمون دیگه. 4-1 رفت و برگشت بردیم. با لیورپول بازی داریم. لیورپول که به اینتر خوردیم راستی تو چند و 3-2 ما رو زد. اونجایی که ما 3-1 زدیم خوشحال شدیم، حالا 3-2 از لیورپول باختیم. سیتی تاتنهام حریف جغریه واقعا. 2-2 اینجا زده. ولی بله آرنولد بهترین بازیکن زمین رو گرفته. با اینتر تو چمپ احتمال خیلی زیاد میوازیم. اینتر تیم حمله کنی، تیم ما دفاعش سعی. بله باستونی اومده بهترین بازیکن زمین. خیلی عجیبه. ناتینگهام فارست رو چیکار میکنی؟ دیبرونه بهترین بازیکن زمین 2-0 بردیم. امیدوارم از چمپ حذف نشیم چون شانسمون خیلی برای اف ای کاپ و پرمیر لیگ کمه. کامبک زدیم وای یه گل 1-1 شده این بازی و بله از چمپ هم حذف شدیم. با برایتون بازی داریم که 2-0 بردیم. بهترین بازیکنی دیبروینه. بازی با لستر تالیسکا اومده منچستر یونایتد خودش نابود کرد. رئال با آتالانتا خورده. بازی با لستر. چلسی با استون بازی داره 2-0 زده اینجا بردیم. بله هالند هم بهترین بازیکن زمین و اونجا میخواد اخراجمون کنه. تو مرز اخراجیم قشنگ. دربی منچستر باز هم مساوی و این دفعه هویلوند بهترین بازیکن اصلا اونجا میخواد ما رو اخراج کنه. اخراج نکنه چی میشه؟ با کریستال پالاس دوباره با این حریف چغر و 2-2 دوباره مساوی 2-2 با کریستال پالاس. بهترین بازیکنی هالند. اورتون ما 3-1 باختیم ولی این دفعه 4-1 بردیم و انتقام اول فصل رو خیلی خوب ازش گرفتیم. بهترین بازیکنی دیبروینه. استون ویلا سیتی این هم ما رو برده بود توی کاراورو کاپ و ما 2-2 کردیمش. بهترین بازیکنی هالند. با وولرهمپتون بازی داریم
که رئال 2-1 ال کلاسیکو رو زده، 3-1 اینجا زده و ما مثل که 2-1 بردیم. بهترین بازیکنی باز هم هالند. با ساوثهمپتون بازی دیگه، این دیگه تیم ته جدولی باشه دیگه. ساوثهمپتون 3-0 اینجا زده و بله 3-0 بردیم. بهترین بازیکن زمینم نزد برامون. برنوسی که ما رو مساوی کرده اگه اشتباه نکنم. چلسی و منچستر هم بازی دارن که بله 2-0 بردیم. بهترین بازیکنی کوین دی بروینه. با فولام بازی داریم. چلسی و بارسا خورده دو چمپ. با فولام بازی داریم که 2-1 بردیم. فکر کنم تموم شد. بله فصل تموم شد. ببینیم که جامی بردیم. بله پرمیر لیگ با اختلاف 1 امتیاز. 1 امتیاز با تاتنهام و وست هم وست هم 81 هم تاتنهام 81 و ما 82 شدیم با 24 برد 10 مساوی و 4 باخت. توی اینجا هم که قهرمان شدیم. تا الان دو جام اف ای کاپ رو کجا ما باختیم؟ کی باختیم؟ یادم نمیاد. ولش همینجا فکر کنم باختیم دیگه. خب بریم کارارو کاپ هم که همون اول که نه تقریبا راند 4 و اینا باست. بله راند 4 کوارتر فینال به استون ویلا باختیم. جام پیش فصل هم که دوم شدیم سوم شدیم، حالا فرقی نمیکنه. سوپرکاپ هم که نبودیم. چمپ هم که راند 16 شدیم و اینتر واقعیتش اومد فینال 5 با حالا به رئال خورده. و کی فینال 31 میه. میخوام ببینم بازی چند میشه. بریم ببینیم چند میشه بازی. واقعا میخوام بدونم. ببینیم رئال قهرمان میشه یا کسی دیگه یا اینتر بعد از مدت ها میتونه برگرده یا نه. رئال قهرمان شده. 16 همین چمپیونز لیگشو گرفت رئال با شکست 3-1 اینتر. آقا ببینیم که اسکوادمون چجور بوده. کسی اوورالش بالا و پایین رفته یا نه. ایرلینگ هالند یکی رفته بالا، دیبروینه یکی زده کنارش میره بالا ولی یکی افت کرده. ساوینیو یکی رفته بالا دیگه. روبن دیاز یکی رفته بالا و ادرسون هم یکی. جگیلش هم یکی رفته. میخوام اینو استاتسای بازیکن‌ها رو ببینیم و دیگه ویدیو رو ببندیم. ادرسون خیلی افتضاح بوده. جو کانسلو بد نبوده. گواردیول خوب بوده. روبن دیاز خوب بوده. آرنولد عالی بوده به عنوان کسی که جدید اومده. رودری خوب بوده به خاطر آفت دفاعیش. دکلان رایس هم همینطور. دی بروینه خیلی خوب بوده واقعا و جگیلیش که عالی بوده مثل همیشه. فیل فودن ترکونده. هالند هم مثل همیشه دیگه مهاجم نوک و ترکونده. و این بود از این ویدیو دوستان. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.